یکی از مورد انتظارترین سریال‌های 2023 به همین زودی تموم شد. سریال The Last of Us. سریال که به شدت محبوب شد، کلی در موردش صحبت شد، 1000 تا ویدیو در موردش تولید شد. اما سوال اصلی اینه آیا با بهترین سریال ساخته شده از روی بازی طرف هستیم؟ با من همراه باشید. سلام علیکم، امیدوارم حالمون خوب بشه. توی این ویدیو همونطور که توی اینترو گفتم میخوام در مورد فصل اول سریال The Last of Us صحبت کنم. سریالی که خیلی محبوب شد، رکورد عجیبی رو برای خود HBO Max جابجا کرد و میخوام نظرم رو بگم انقدر که آیا هایپ شده برای من جذاب بوده یا خیر. الان که در این ویدیو رو ضبط میکنم امروز صبح اسکار برگزار شد، نظر خاصی ندارم. باید بگم که چی دارم میرم؟ بله دارم میرم. نظر من در مورد اسکار هست. اسپویل داریم چون قراره در مورد کل فصل حتی پلان به پلان بحث کنم، بنابراین آمادهش باشید. قبل از اینکه برم سراغ در واقع تحلیل و بررسیم یه سری فکت بگم، چون فکت نگم میترکم. سریال The Last of Us از روی یک در واقع 2 بازی خیلی معروف ساخته شده، بازی که آیکونیکن و هر کدوم به شدت معروفن برای طرفداران پلی استیشن. سریال رو نیل راکمن ساخته، رئیس استودیو ناتی داگ و سازنده بازی آنچارتد و The Last of Us. در واقع مغز متفکر خود بازی هم نیل راکمنه. کریگ مازین هم سازنده نویسنده چرنوبیلی که خواهم رابطه خوبی با HBO داره، هم توی این سریال هم حضور داشته. حضورش هم خیلی موفق بوده و میگم که تاثیرات به شدت خوبی گذاشته. آقای گوستاوو سانتاولایا، ببین چقدر خوب تلفظ کردم اسمشو، با اون موزیک درجه یکش که به خاطر همه کسایی که بازی رو تجربه کردن مونده، برگشته. خیلی حیفه که نمیتونم از موسیقی استفاده کنم به خاطر کپی رایت های یوتیوب. برید موزیک رو گوش بدید. خود موزیک لاست آف اس 1 و 2 روی اسپاتیفای هست، واقعا قشنگ و درجه 1 و زیباست. همونطور که هم گفتن علی عباسی هم کارگردان ایرانی سوئدی در واقع 2 اپیزود آخر رو کارگردانی کرده، کارگردانی که با عنکبوت مقدس خیلی هم تو ایران پرحاشیه شد. یه فیلمی قبل از لاست آف اس بسازن سال 2014، 1 سال بعد از انتشار ریمسترش برای PS4. درست دارم میگم احتمالاً، یکم شک کردم که دارم تاریخ ریمستر رو میگم تاریخ اصلیه رو. باید بگم که با سم ریمی عزیز دل قرار بود که فیلمو بسازن. شایعات میگن میسی ویلیامز قرار بود به عنوان الی حضور پیدا کنه که سریال در واقع فیلم کنسل شد. خدا رو شکر، وگرنه تبدیل شد به چیزی مثل این یا این یکی یا یه فاجعه مثل این عزیزمون. توضیح آخر، من بازی رو بازی کردم، یعنی هم لاست آف اس پارت 1 رو الان دیگه بهش میگم پارت 1، هم لاست آف اس پارت 2 رو. داستان DLC رو هم خبر داشتم که تاثیر داره توی سریال، ولی داستان کمیک بوک ها رو نمیدونم. برای چیزی تو کمیک بوک ها هست و برای من تازگی داره، بخاطر اینکه کمیک بوک ها اصلا هیچ ایده در موردش نداشتم. سعی میکنم از 2 نقطه نظر هم بگم، یعنی مثلا هم نظر کسی که بازی رو انجام داده و تموم کرده، هم نظر مخاطبی که بازی اصلا براش مسئله نیست و داره فقط سریال رو تماشا میکنه. بریم یه کات بدیم، یه نفس بگیرم، برگردیم. خب بریم سراغ بررسی. من اپیزود 1 تا اپیزود 8 رو خیلی تند نکات مثبتش رو میگم، بعد راجع به اپیزود 9 خیلی مفصل صحبت میکنم و بعدم جمع‌بندی میکنم. بنابراین اینجا تا اپیزود 8 رو خیلی میخوام با سرعت برم اگه اینجا هم نگاه میکنم، چون که اسکرین شات هایی که شما دارید میبینید همزمان با صحبت های من دارم اینجا میبینم که سینک باشیم با هم. اپیزود 1 رو من با دوستانم دیدم. دوستانم تجربه بازی رو نداشتن اصلا و ریاکشنشون جالب بود. اولین نکته در مورد اپیزود 1 این صحنه مصاحبه است که 2 دانشمند دارن در مورد خطر قارچ‌ها که بالاتر از ویروسان
در واقع صحبت میکنن و اون مجری رو اعصاب هم یه تیکه میندازه. خیلی واضحه که ایده کریگ مازینه. اصلا در لحظه اول برای من شبیه چرنوبیل بود، یعنی من تا دیدم حس کردم دارم چرنوبیل میبینم. مدل کارگردانی، صحنه پردازی، همه چیز شبیه به چرنوبیله. مشخص تاثیر کیه، خیلی هم خفنه. یعنی من با دیدن خوشحال شدم که خب قراره چیزی علاوه بر بازی ببینیم، قرار نیست که هرچی تو بازی بوده رو ببینیم، قراره کانتنت جدید هم بده. چون ریشه این قارچه برای بازیکنها و برای پلیرها در واقع خیلی جالب بود. حالا یه سری هینتای توی بازی بودا ولی نه به این صورت که راجبش صحبت بشه، برای این وجودش برای گیمرها خیلی جذاب بود. پس این سکانس اول خیلی جالب بود. بعد رسیدیم به تیتراژ. چقدر تیتراژ خوبی داره و موسیقی فوق‌العاده هم روش سواره. من با تیتراژش اصلا یه سری نوستالژی، یه سری خاطره خوب از بازی برام زنده شد. همون لحظه اول میرسیم به کاراکتر سارا، یعنی توی پلان اول از سریال با کاراکتر سارا روبرو میشیم. 35 دقیقه با کاراکتر سارا جلو میریم. من یادم میاد هرس میخوردم که نیل دراکمن چقدر بیرحمه که کاراکتری که میدونیم قراره بمیره رو اینقدر داره دیولپ میکنه و برای اینکه زخمی که به جول وارد شده رو عمیق ترش کنه این کارو داره با ما میکنه. من هرس میخوام. دوستان گفت چرا انقدر داری هرس میخوری؟ بعد گفتم حالا متوجه میشید. 35 دقیقه طول میکشه تا میرسیم اون صحنه‌های جذاب و درجه 1. در مورد پدرو پاسکال خیلی طول نمیکشه که باش آشنا میشم، تا که تو بازی هم همینطوریه. پدرو پاسکال اون جولی که در واقع نمیدونستیم میخوایم و بازیش درجه که میشه توی فصل جوایز منتظرین که جایزه رو ببره باشیم، خصوصا مثلا توی امی و اگه اشتباه نکنم گلدن گلوب. حالا راجع به بازی ها صحبت میکنم چون خیلی مفصل راجع به بازی دو نفر صحبت کرد. شروع میکنه دیولپ کردن زندگی سارا توی اون در واقع منطقه و محله. نشون میده که خب پس قراره اطلاعاتی بیشتر از بازی ما کسب کنیم چون اینا رو تو بازی نمیدیدیم و میره دیگه مثلا ساعته رو میخره و فلان. یه خورده جلو میریم. صحنه‌ای که اولین بار ما با یه زامبی مواجه میشیم و در واقع با اون پیرزنه خیلی خوب در اومده. نوید اتفاق خوب میداد. من خیلی راضی بودم از اون لحظه. دیگه میریم جلو. لحظه‌ای که هواپیما خورد زمین و اون اکشن فوق‌العاده‌اش و جلوه ویژن نشون داد که خب سریال پرخرجیه و حال اچ پی هم کلی خرج کرده که درجه 1 در بیاد و در اومده. من با طراحی صحنه یکم مشکل دارم ولی در کل درجه 1 و نسبت به پروژه واقعا خوب در اومده. دیگه سارا میمیره. اتفاقی که حالا دیگه ما و یعنی گیمرها و مخاطبان تازه سریال با هم یر به یر میشیم. میریم توی کیوزی ها. توی نمای لانگ شات این بچه هر نشون میده که مبتلا شده. ببینید کودکان توی سریال خیلی تاثیر دارن، یعنی بلایی که بر سر بچه ها اومده و کودکی که ازشون دزدیده شده یکی از تم‌های اصلیه. یکی از تم‌های دیگه اصلی خب عشق، راجع به عشق جلوتر صحبت می‌کنم ولی اینجا داره راجع به این صحبت می‌کنه که خب این بچه معصوم ولی خب درگیر شده و چاره هم نیست، باید بکشنش. کشته میشه و بعد میرسیم یکی از سکانس‌هایی که من خیلی دوست دارم و استارت کاراکتر جولم هست. یه جورایی این بچه رو خیلی خنثی و بیرحم و هم داره میزه تو آتیش برای اینکه نشون بده وجهه انسانی جول خیلی وقته که دیگه نابود شده. خب کاراکتر تسو ما میبینیم اینجا. بعد کاراکتر مارلین رو میبینیم که خب تاثیرگذاره. اسمشو درست گفتم دیگه، مارلین رو میبینیم. خیلی تاثیرگذاره. صدا پیشه خود مارلین توی بازی ها هم نقش بازی کرده. کلا رابطه این بازیگران با اچ پی خیلی خوبه. خیلی هم خوب نقشو در آورده، یعنی کاملا انتخاب درجه 1 بوده. میرسیم به اولین لحظه‌ای که الی رو میبینیم. بازی بلا رمزی در نقش الی یکی از بیشترین مشکلاتی که من با سریال دارم. دلیلش رو هم میگم الان، نه برم آخر اپیزود 3 اونجا صحبت میکنم. شاید برم آخر اپیزود 4 که یه خورده بیشتر با الی آشنا شدیم صحبت کنم.
بلا رمزی دفعه اول اینجا میبینیم دیگه. تقریبا اتفاق خاصی توی این اپیزود نمیفته غیر از اینکه خب فرار میکنن از کیوزی و میفهمیم که چرا الی اینقدر ویژه و خاصه. اپیزود 1 اولا خیلی طولانیه، 80 دقیقه است، 82 دقیقه است فکر کنم، خیلی طولانیه. البته اپیزود پایلوت کلا طولانی ان، چون بعد یه جوری ساخته میشد که بازی الی هم دراد، بازی بلا رمزی هم دراد، چک کنن که آیا بازی بلا رمزی هم اوکی بوده یا نه قبل از اینکه خب خرج بیشتری بشه. ولی خیلی طولانیه. شاید اگه من بودم کات میکردم بعد دقیقه 35، یعنی شروع تا مردن سارا کات، بعدی اپیزود دوم. یعنی حالا ما یه مثلا 10 اپیزود روبرویم نه 9 اپیزوده. ولی خب ترجیح داده که این کارو بکنه. تصمیم غیر منطقی هم نیست. ما از اپیزود دوم گیمرها و در واقع تماشاگران جدید یر به یرن، یعنی ما دیگه از بعد با هم داریم سه چیزایی میبینیم که برامون جدیده. میرسیم به اپیزود دوم و چه اینترو خوبی داره. این قصه این که از اندونزی شروع شده و این خانومه که اولین بار با قارچ برخورد میکنه و شروع اصلا چیز رو میبینیم، ویروس رو میبینیم و چه استارت خوبی هم براش انتخاب کردن. یعنی مثلا ویروس تو آرد میاد، چیزی که برای همه قابل استفاده است و برای معلومه که چرا اینقدری ها تبدیل به پاندمی میشه، در واقع تبدیل به ابر پاندمی میشه اصلا. و این کلیشه هم که حالا قرنطینه کنیم و صداشو در این فلنا شکسته میشه و زنه خیلی جدی میگه منفجر کنیم همه جا رو، چاره غیر از این نداریم، که ما چند بارم توی همون اپیزودم میبینیم که در واقع منفجر کردن شهرها چه تأثیراتی گذاشته. میریم جلوتر، میرسیم به صحنه‌ای که نشستن دارن الی رو تماشا میکنن که آیا این تبدیل میشه یا نه. به حال ترسناکه، کسی که گاز گرفته شده و هر لحظه ممکن تبدیل به زامبی بشه و اینا قابل باور نیست که این مسونه. ببین اینجا اونجا که من با طراحی صحنه مشکل دارم. طراحی صحنه ها تو محیط‌های داخلی، یعنی با اصطلاح فیلمنامه‌ای داخلی، خیلی مصنوعیه. قشنگ معلومه یکی مصنوعی اینا رو به هم ریخته، مثلا صندلیه چیده شده بعد انداختن صحنه. به من حس مصنوعی بودن میده، حس دقیقاً طراحی صحنه بازی میده این کار. حالا تو بازی فوق العاده است، جزئیات بی‌نظیر، انگار که مثلا که نشسته داستان و محیط نوشته بعد ساختتش، در این حد خوبه. اینجا برای من یکم مصنوعی، اصلا خیلی مشخصه که احتمالاً گوشه مثلا یه استودیو هم هست، یعنی توی استودیو گرفتن، منبع نور خیلی واضحه که احتمالاً طبیعی نیست. به من نمیچسبه. بنویسید تو کامنت که بهتون میچسبه یا نه. به من نمیچسبه. طراحی صحنه داخلی هر چقدر خارجی و بی‌نظیر و فوق‌العاده‌ان، داخلی‌ها به من نمیچسبن. بریم جلوتر. ببین مثلا اینجا رو ببینید چقدر خوشگله طراحی صحنه، و حالا نمیدونم اگه مثلا سی جی آی قاطی داره یا نه، ولی فوق‌العاده است. هیچ مشکلی برایش وارد نیست به نظرم. میرسیم به سکانسی که اولی ما با کلیکرها روبرو میشیم. خب خیلی خوشحال کننده است که ما تو اپیزود دوم توی نیمش با کلیکرها و با زامبیا که یکی از مهمترین بخشای این قصه روبرو شدیم. خیلی ها راضی هن از این سکانس، من نیستم. من برام سکانس اولین بار که کلیکر رو دیدم خیلی خیلی ترسناکتر و خیلی با پرتنشتر بود. کاریزمای کلیکرها اینجا در نیامده. یکم اصلا برای من واضحه که یه آدمیه که گریمی داره. شاید گریمه رو یکم تشدیدش میکردن درست در میومد. برای من در نیامده. هرچقدر اصلا اون زامبی عادیه که هنوز تبدیل به کلیکر نشدن اسمش هم نمیاد توی بازی، اونا برای من جالب ترن تا اینها. برای من در نیامده. خیلی راضی بودن. میتونم درک کنم چرا راضیم. برای منی که بازی کردم در نیامده. کاراکتر جول حالا اینجا شروع میکنه به دیولپ شدن، یعنی هی این الی و این جول هی به هم نزدیکتر میشن طی اتفاقات. یعنی بازی هم همینه، دو تا کاراکتری که از هم خیلی دورن و هر دو هم به شدت آدمای تنها و موجود تنهایی ان، اینا هی طبق اطلاعات به هم، اتفاقات به هم نزدیک میشن. اینجا مثلا یه از جاهایی که در واقع دیالوگ برقرار میشه بین جول و الی. این اگه دیده باشین مقایسه‌ای که بین بازی و در واقع سریال هم میشه خیلی جالبه. اینکه اومدن دقیق از خود بازی چیزا رو آوردن، هم برای گیمرها اوکیه، هم برای کسایی که بازی رو انجام ندادن تازگی داره. پایان اپیزود دوم فوق العاده بود.
یعنی نشون میده که نیل دراکمن احتمالاً یک خروار ایده داشته برای لاست اف اس پارت 1 که انجام نداده، همه رو آورده اینجا. اون بوسه مرگی که با تس برقرار میکنه فوق العاده است. من خیلی راضی بودم، بیشتر از حتی مرگ تستی بازی داره، به نظرم این جذابتر بود. خیلی راضیم از این اتفاق. و بعدم دوباره انفجار در آوردنش توی کلا سی جی کار سختی، انفجار خیلی خوب در اومده. و بعدم که میبینیم جول میره و الی رو توی کار تنها میذاره، هنوز این دو کاراکتر به هم نزدیک نشدن. بریم اپیزود سوم. اپیزود سوم این اگه درست بگم آره این سومه. برخورد الی با این زامبی خیلی جالب بود. از اینجا شروع میشه که الی یه سمپاتی برقرار کنه با آدم‌هایی که درگیر شدن، خب، و اینکه بگه حالا من که ایمیونم میتونم بقیه رو مصون کنم. بنابراین این سمپاتی رو تشدید میکنه. حالا اول اینجا، بعد بدترش با قصه سم. من این تیکه که داره راجع به هواپیما صحبت میکنه خیلی دوست داشتم. هم طراحی صحنه بی‌نظیره، قابه فوق‌العاده است. هم دوباره این تمی که بچه‌هایی که تو این محیط بزرگ شدن بچه‌های عادی نیستن و سختی کشیدن خیلی جالبه. اپیزود سوم که شروع شد من خیلی ناراحت بودم که فلش بک نداره، چون آماده بودم که هر اپیزودی فلش بک ببینم که کار کریک مازینه و او یه چیزی اضافه کرده به قصه. ولی رو دست خوردم، چون فکر کنم 10 دقیقه 20 دقیقه که از اپیزود گذشت اصلا کلا تو فلش بک بودیم و فلش بک ترازی هم بودیم، یعنی درجه 1. دیگه این بک استوری این جسدها هم خب به حال دارک بودن دنیا نشون میده که پس آخر زمانیه و اصلا دیگه هیچی رو حساب و کتاب جلو نمیره. اینجا اولی بار کاراکتر بیل با در واقع آشنا میشیم که نیک آفرمن بازی کرده. چقدر خوب در آورده نقشه رو. من کاراکتر بیل از بازی خیلی دقیق یادم نیامد، نمونده بود در واقع. ولی اینجا خب نیک آفرمن قشنگ همه رو زنده کرد، یه چیزی هم به کاراکتر اضافه کرده، چون اصلا دیولپمنت این کاراکتره و فرانک فوق العاده در اومده. تم عشق که گفتم که تمای مهمه در لاست اف اس، چه در این در واقع سریال چه در بازی، به شدت تم مهمیه. خب قصه لاست اف اس در مورد زامبی ها نیست، در مورد عشقی در دنیا پس آخر زمانیه، عشقای با تم های مختلف. حالا توی لاست اف اس پارت 2 اینطور نیست، پارت 2 در مورد نفرت و انتقامه، ولی تو یک در مورد عشق و رابطه بین بیل و فرانک رو میبینیم. رابطه خیلی خوب شروع میشه. من کاراکتر بیل رو توی قصه خیلی دوست داشتم، یه آدمی که میدونسته یه روزی آخر زمان میشه و جمع کرده وسایلش رو، بعد داره عشق و حال میکنه. مثلا یکم حسودی من شد بهش که داره توی فضایی که هیچ کس نیست قشنگ میره یه واینی پیدا میکنه، بعد میره راحت لباسا رو برمیداره، گوشت ریخته اونجا، فوق العاده است. من زندگی آرمانی داره میکنه وسط دنیا آخر زمانی. بعد دیگه شروع میکنه دیولپ کردن رابطه اینها در یک 20 سالی که دنیا در حال نابودی بوده، از 2003 تا 2023. و میرسیم به مثلا صحنه که اینا دارن توت فرنگی میخورن، نشون میده هنوز این دنیاه زنده است. یعنی درسته که زندگی برای انسان‌ها یه جورایی نابود شده، ولی برای طبیعت هنوز زنده است و طبیعت اتفاقا داره لذت این اتفاق رو میبره که انسان نیستن تخریبش کنن. و بعد یه پایان فوق‌العاده و در واقع پیشرو داره این دوتا کاراکترها که دیگه زندگیشونو کردن، لذت زندگی رو بردن، هر دو با هم این قصه رو تمومش میکنن. چه پایان خوب و من خیلی دوست داشتم. آوانگاردیه. من خیلی راضی بودم. باید به جرأت دراکمن هم برای اینکه در واقع این رابطه رو گذاشته، چون میتونست خیلی به سریال لطمه بزنه و کانتروورشیالش کنه، ولی خب نکرده و بدتر در واقع بهترش کرده. دیگه اپیزود تموم میشه با اینکه ماشین رو برمیدارن و میرن. آره دیگه اینجا اپیزود 4. اینجا راجع به کاراکتر بدر رمزی صحبت کنم. ببینید الی اگر در داستان تاف بود به قول فرنگی ها، چون در یک دنیا آخر زمانی بزرگ شده بود و در اون دنیا رنج کشیده بود و رشد و نمو پیدا کرد. بعد این که اگه بد دهنه، اگه مثلا سختی کشیده، خب واقعا زندگی راحتی که نیست این اوضاع. ولی بدر رمزی یکم زیادی دیگه این رو اغراق شده داره بازی میکنه. خیلی هم نیل دراکمن احتمالاً
تاکید داشته روی اینکه بازیگرای بیاره که ایده از بازی نداشته باشن. یعنی بن رمزی چند روز پیش فکر کنم تو یوتیوب دیدم که تازه داره بازی رو انجام میده و این براش احتمالاً مهم بوده توی مصاحبه ها. یعنی احتمال داره اگه بازیگری مثلا بازی نکرده باشه راش نداده تو فیلم، توی سریال. هر چقدر پدرو پاسکال خوبه و استاندارده، من با بن رمزی مشکل دارم. لحظات خوبی داره ها، در این شکی نیست، ولی خصوصا با توجه به فصل بعدی خیلی یه جوریه که برای رمزی هست. نمیدونم، من باهاش مشکل خوردم. کسایی که بازی رو انجام ندادن و گیمر نیستن بنویسن ازش راجع به رمزی چی. این واقعا برام سوال و برام مهمه. Maria told me about Sarah and... No. Don't say another word. I'm sorry about your daughter, Joel. But I have lost people too. You have no idea what loss is. Everybody I have cared for has either died or left me. Everybody fucking except for you! So don't tell me that I'd be safe with somebody else, because the truth is, I would just be more scared. بریم سراغ اپیزود 4 رو. میگم سرعت زیاد کنم. دوباره یه لانگ شات فوق‌العاده نمایی که درجه 1 ساخته شدن. اینجا دیگه شروع میشه این دوتا شخصیت‌ها با هم نزدیک شدن. میرسیم یه کاراکتر خفن به نام کیتلین. ما با 3 تا لیدر یه جای دیوانه طرفیم که قصدهای مختلفی دارن. که کیتلین خب فقط دنبال انتقامه و اصلا براش اون جمعیت و اون آدم ها مهم نیستن. آخرین اپیزود هم دقیقا میبینیم که براش مهم نیستن. مارلین فقط نجات دنیا براش مهمه و اگه بعد دیگه تک‌بعدیه. و دیوید هم که اصلا هانیبال لکتریه برای خودش. کیتلین رو میبینیم اینجا، میبینیم که اصلا انتقام براش تم اصلیه. اینجا با الی و جول داره میبینیم که اینا اولین باره که داره رابطه خوبی با هم برقرار میکنن، به خاطر اینکه خب الی جون جول رو نجات میده و اینجا هم یه چیز خوب میخوره. در واقع آماده میکنم برای اینکه اپیزود خفن ببینیم یعنی اتفاق خفن توی اپیزود بعدی. آخرین اپیزود هم که سم و در واقع برادرش رو میبینیم که حالا راجع به اون کاراکتر اصلا توی اپیزود 5 صحبت میکنه. این تم آنارشی و تم جهانی که اصلا فروپاش شده در آخر زمان خیلی جذابه. این تم مد مکسی طور و من هم خیلی دوست داشتم اتفاق. و حال این اتفاق میفته که دیگه فدرال نتونن تحمل کنن و خودشون جهان دست بگیرن. خودشون آباد نمیکنن اونجا رو، صرفا یه آزادی پیدا میکنن. اینجا سم رو میبینیم، اسم برادره از ذهنم رفته، خدا رو شکر. میتونیم یک چند ثانیه بریم جلو و من چک کنم. فاینالی پیدا کردم اسم بنده خدا رو. هنری و سم به شدت مهمه، چون هر دو یه جورایی فورشادوی از جول و الی در پایین قصه‌اند و اتفاقی که براشون میفته. ببینید سم میاد یک انسانه، هنری میاد یک انسان خوب رو قربانی میکنه برای اینکه نجات بده برادری سم رو. یه کار بدی میکنه برای یه کار خوبی، خب یه تخریب ایجاد میکنه تا اتفاق خوبی افته. این سمت هم همینه. جول میاد جهان رو از نجات دادن در واقع وامی داره، جهان رو نابود میکنه به قولی، فقط برای اینکه الی زنده بمونه. نمیتونیم بگیم هدفش بده، خب حال الی براش مهمه و زنده موندن یه انسان هم همیشه مهمه. ولی اینکه آیا ارزشش داره، این سوالی که مطرح میکنه هم تو بازی هم تو سریال جواب نمیده. جواب دادنش با شماست و اینکه آیا هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نه، یا اگه شما توی این موقعیت بودین چی کار میکردید. این سوال تم اصلیه که اصلا توی بازی هم مطرح میشه توی پارت 1. انقدر من این پلان رو دوست دارم. این دو نفر میزه در یه قاب، هر دو هم سیاهن برای اینکه کارهای منفی انجام دادن و هر دو هم یکسانن. این دو کارتی دقیقا یکی هن و خیلی جذاب بود برای من. تقابل این دو نفر درجه 1 بود. دوباره برمیگم به کیتلین، میفهمیم که او هم یه از دست داده‌ای داره و همه انسان‌ها قطعا تو این پاندمی
انسان از دست دادن. تو کرونا همه ما غمی رو تجربه کردیم. من این سکانسی که زامبیا میریزن بیرون رو خیلی دوست داشتم. همین پلانی که دارم نشونتون میدم جالب، یه تعداد زیادی سی جی آی و یه تعداد کمیش افراد واقعی‌ان و اگه اشتباه نکنم رئیس بخش ویژوال افکتش همه رو به چالش دعوت کرده بود که اگه میتونید تشخیص بدین کدوم واقعی و کدوم نیست و برای اینکه چقدر کارم درجه یکه. اینجا برای اولین بار با این زامبی خفن‌ها که اسمشون دور یادم رفته مواجه میشیم. خیلی ورود خوبی داشت و متاسفانه آخرین باریه که زامبی‌های دیولپ شده داریم تو قصه میبینیم و ناراحت کننده است این عدم وجود زامبی ها که آخر سر داشتش صحبت میکنه. اینجا که الی دستشو میبره برای اینکه نجات بده سم رو خیلی جذابه و این دقیقا شروع این قصه است که الی میدونه که دیگه نمیخواد بیشتر از این داغ ببینه. چند نفر از دست داده، مادرش رو به خاطر این ویروس از دست داده، عشقش رو به خاطر این ویروس از دست داده، دوست صمیمیش رو، جول رو ممکن بود به خاطر این پاندمی و به خاطر اوضاعی که به وجود اومد از دست بده، نمیخواست سم از دست بره و برای این کار احمقانه رو میکنه. میدونم احمقانه است ولی کار دیگه دستش بر نمیاد. میرسیم به اون سکانس عجیب و غریبی که هنری مجبور میشه سم رو بکشه. اون توی بازی هم خیلی سورپرایز کننده است، فقط جا میخواد وقتی میبینیدش و بعد دیگه این نوشتای آمساری رو میذاره اون رو و میره و از اینجاست که دیگه استقلال کاراکتر الی هم کم کم شروع میشه که این تم مهمی برای پارت 2. من این دوتا پیرزن خیلی دوست داشتم، خیلی بامزن و اصلا انگار که جهان به درکه، مثلا آخرالزمانیه ما داریم زندگی اونو میکنیم و به جهنم که یکی با تفنگ اومده تو خونه داره اما بازجویی میکنه هیچ اهمیتی براشون نداره. بعد خیلی پیرمرده مسلط میپرسه که راست رو گفتی یا دروغش واسه. خیلی بامزه بود برام کاراکتره و دوباره تم عشق دیگه‌ای در جهان آخرالزمان دیدیم. چقدر این نماه خوشگله، نمای برفی، هرچند که اون سودی ریزو داره که اون کستن کرون در واقع کرون بغل وایسادن ولی بامزه است و یعنی خیلی خوشگل در اومده، واقعا جای تبریک داره. دوباره نمای اکستریم لانشات برای اینکه نشون میده این کار است و بعد میرسیم به اون شهر جکسون که مهمه، ازش میگذرم چون ویدیو طولانی میشه، تم آنچنانی عجیب و غریبی نداره ولی غیر از اینکه دیگه بابت جول و الی تقریبا میره به سمت کامل شدن، فقط یه تیکه پازل مونده که تو اپیزود بعدی کامل میشه. چیز خاصی نداره. شهر جکسون و آدمهاش توی پارت 2 مهمترن. بعد دیگه اینجا جول مریض میشه. یکی از بخش مورد علاقه من توی خود لستافاس بازی همین یه تیکه است که الی تنهاست و خیلی جذابه. فلش بک میخوره تو اپیزود بعدی به قصه الی و دوستش، ماشاءالله همه اسمارم فراموش کردم، رایلی. اینجا میبینید که مثلا یه حالا از ناتی داگم یه استرگ میخوره، خیلی استرگ زیاده توی کلن دنیای سریال. من دیگه راجبش صحبت نکردم چون منزی کافی همه اپیزود به اپیزود صحبت کرد. قصه رایلی و الی قصه DLCه، خیلی بر من جذاب و دوست داشتنی بود و دوباره همون کودکی از دست رفته این بندگان خداست تو اپیزود 7. و بعد اون کتابه رو بهش میده، میفهمیم که اون کتابه چرا مورد علاقه الی و از کجا اومده و بعد اینها هم گاز گرفته میشه. میفهمیم که خب الی اولین بار کجا فهمیده که مسونه و خب اولین تقریبا دومین داغی که میبینه الی و اولین داغی که یادشه همین قصه رایلیه. میریم تو اپیزود 8. اپیزود 8 فوق‌العاده است. یه کاراکتر داره دیوید، این کاراکتر ترسناکه، یعنی ایشون و هانیبال لکتر در یک لول با هم زندگی میکنن. خیلی اول با پرستیژ و مثلا انسان خیرخواه و اینای میاد جلو. بعد انتخاب بازیگرم خیلی خوب بوده ها، یعنی قیافه هم آرامش بخشه، هم وقتی میخنده به خاطر اینکه بازیگر خوبی پشتش بوده ترسناکه، یعنی میفهمی یه چیزی رو آدم غلط. که بعد میرسیم به صحنه زندان و میفهمیم که خب این دوستمون آدم خاره و برامون جالب میشه، یعنی
ترسناکی این آخرالزمانی یه بار دیگه به رخم کشیده میشه که خب ببین آدم‌ها از زامبی ها ترسناکترن تو این قصه و واقعا هم هستن. تم پارت 2 هم همینه. حالا که خیلی راجع پارت 2 صحبت می‌کنم چون فصل دوم تو راه، فصل دوم و سوم احتمال تو راهه. تم در واقع فصل بعدی اینه که آدم‌ها از زامبی‌ها خیلی ترسناکترن و اینجا هم همینه. آدم‌ها از زامبی‌ها ترسناکترن. حداقل زامبی‌ها میکشن تموم میشه میره. این دوستمون نمیکشه، زجرکش میکنه و حالا یه کار دیگه هم میکنه. دیوید خیلی کاراکتر خوبیه، خوبم پردازش شده، عمق خوبی هم بهش اضافه شده، هرچند خیلی فست کنیم که با بازی فرق میکنه نمیکنه. بعد این نما رو میبینید که باز نشونه نیل دراکمن و علی عباسی حالا دیگه کارشون رو قشنگ بلدن، میدونن دارن چی کار میکنن و خوشگل در اومده. بعد میرسیم به صحنه آخر که دیگه حالا میفهمیم دیوید هم واقعا آدم خوب و خیرخواهی نیست. این دقیقا اون وجه کاملا سیاه آدم‌هایی که دارن از این شاید سوء استفاده میکنن و ریشه خشونت الی هم معلوم میشه اینجا تو این پلان دیگه این رابطه کامل میشه، رابطه جول و الی، و دیگه حالا جول هم وجه انسانیش برمیگرده. این وجه انسانی رو تو اپیزود بعدی با گیتاره میبینید و دیگه قبول میکنه که حالا الی دخترش، وقتا دیالوگی بهش میگه بیبی گرل که به سارا میگفت. اپیزود 9 با یه اتفاق خوب شروع میشه که بازیگر نقش الی در واقع بازی‌ها خانم جانسون نقش مادر الی رو بازی میکنن. یه ورود خوبه برای اینکه دوباره کاراکتر مارلین رو یه عمقی بهش نشون میده که مارلین کاری که باید رو میکنه بدون اینکه خاص خودش رو بهش توجه کنه. یه پلان دیگه میبینیم، میرسیم این پلانه که خیلی آیکونیکه، یعنی اگر نمیدونید این برای گیمرها خیلی خاطر انگیز و خیلی جذاب و دوست داشتنیه. خوشحالم که بود. یه لحظه ناراحت شدم، یعنی احساس کردم ممکنه دراکمن تصمیم گرفته باشه که حذفش کنه که دقیقاً همون لحظه رسیدیم به اینجا و یادم اومد که مال اصلا اینجاست. دوباره نشونه که زندگی در جریان انسان‌ها نیستن ولی حیوانات دارن لذت این دنیا بدون انسان‌ها رو میبرن. سکانس جنگیدن جول در بیمارستان فوق‌العاده است، یعنی یه مونتاژ خوبه، تدوین خوبی پشتشه، جان ویک مودش روشن میشه و همه رو به رگبار میبنده. توی بازی هم خیلی جذاب این تیکه چون یه اکشن کامله و حالا یه خورده دیگه نیل دراکمن نشون میده که آقا ما بلدیم اکشن کارگردانی کنیم، دوست نداشتیم بکنیم یا پولش نداشتیم دوست نداشتیم ولی بلدیم این کارو بکنیم، یعنی اگه بخوایم جان ویک بسازیم میتونیم بسازیم. و بعد تموم میشه اپیزود 9 و فصل تموم میشه. اپیزود 9 برای من غیر از اون تیکه اول مادر الی آورده‌ای نداشت، یعنی به عنوان یک گیمری که بازی رو انجام دادم چیز جدیدی نداره با خودش. بنابراین من خیلی با اپیزود 9 خوب نیستم، هر چقدر تا اپیزود 8 با اکثرا اوکی ام. اپیزود 9 نقدی بهش وارد نیستا ولی آورده جدیدی نداره و یعنی استاندارده و همون استاندارد همه سریال رو داره. اون مونتاژ اکشن هم که گفتم من خیلی دوست داشتم. دیگه یه کات بدیم، من سری میام در مورد مشکلاتم با در واقع دوستمون سریال بررسی میکنم. چی گفتم اصلا؟ خب بریم سراغ جمع‌بندی و ویدیو طولانی شد، میخواستم کوتاهش نشد. برانزی در نقش الی من هنوز باش مشکل دارم، در نمیاد برای من شرمنده ام های دراکمن. من با برانزی در نقش الی مشکلات دارم. اون لیدرشیپی که الی داره، اون کاریزمایی که الی حتی در جوانی داره، در کودکی یه جوری حتی داره، اینجا نداره. من یکم با این موضوع در مشکلم. یه جاهایی به همین نوید داد که قرار اتفاق خوبی بیفته ها، ولی از یه جای به بعدم باز دوباره مشکلات خودش وجود داشت. یه سری اشتباهات ریز تو بیگ پروداکشن وجود داره. این نشونه که مثلا چیزی وجود داشته، ددلاین وجود داشته و سریعتر میرسیدن. اینا ایراد هستا، نه اونقدر که بگیم مثلا ارزش دیدن رو کم میکنه، ولی خب ایراده دیگه. مثلا مثل اون سوتی که چیز قهوه پیدا شد تو ست
گیم آف ترونز تو فصل آخر، اینا هم شبیه اونهاست. یعنی نشون میده که توی سرعتی کارو انجام دادن، حواسشون به جزئیات نبود. مثلا یکیش همونی که نشون دادم که عوامل اون بغلن، یکی هم مثلا چند باری دیده شده که اونایی که دارن گوشا کار میکنن خیلی فیکن و بازی نمیکنن، فقط گفتم مثلا اونجا وایس بیل بزن، همونجوری یکی داره بیل به آجر میزنه، من کی بیل به آجر میزنه. زامبی ها مشکل اصلی همگان با این قصه، همگان این گیمرها با این سریال زامبی هاست. خیلی کم به زامبی ها پرداخته میشه. ما تقریبا 2 اپیزود زامبی میبینیم. زامبی به معنای مثلا کلیکرها اینا ها، و اینا زامبی های رانر بهش میگفتیم تو بازی، هم نمیاد. از اونا زیاد هست و تاثیر قصه روایی هم داره. مثلا اون دختر بچه‌ه که ژیمناست بود چقدر خفن بود. ولی در کل زامبیاشو کم کردن. احتمالاً یه بخشش به خاطر اینکه دراکمن خیلی دلش می‌خواسته درام اضافه کنه. خب به حالی کارگردان اکشن ادونچر یه جورایی دراکمن در دنیای بازی‌ها احتمالاً دوست داشته خورده مثلا تم درام رو زیادتر کنه. یه خورده هم ممکنه به خاطر بودجه تصمیم گرفتن اکشن رو کم کنن. یعنی خب اکشن در بازی لاست آف اس خیلی مهمه، خیلی مهمه. ولی خب اکشن رو کم کردن، من دوست نداشتم. فکر میکنم اونایی که بازی یعنی گیمر نیستن و بازی رو انجام ندادن اوکی بوده باشن باهاش. من نبودم، گیمرام احتمالاً نیست. بنویسید نظرتون، شاید گیمرید، شاید گیمر نیستین، بنویسید نظرتون که آیا اوکی بودیم اون که اکشن کم بود و درام بیشتر بود یا نه. دیگه جمع‌بندیمو کردم. در کل من سریال دوست داشتم. خب هر هفته که اومد خیلی با عشق و علاقه دیدم. نمیتونم بگم مثلا مورد علاقه ترین چیزیه که دیدم امسال یعنی پارسال دیگه 1401 در عملا میگم. هاوس آف دراگون یه جوری به این ترجیح میدادم، ولی خب استاندارد فوق‌العاده است. واقعا بهترین چیزی که از روی گیم ساخته شده میتونه باشه. تلاش شده براش و زحمت کشیده شده، ولی باید ببینیم توی فصل بعدی چه اتفاقاتی براش میفته. دوباره میگم اگه نظری، کامنتی، چیزی داشتین حتما برام بنویسین. خیلی مشتاقم که بخونم نظراتتون رو و لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. فعلا خدا نگهدار. خب ویدیو خیلی طولانی شد و من نرسم در مورد فصل دوم و احیانا سوم صحبت کنم. باشه طلب شما که در یک ویدیو اصلا خیلی کامل و دقیق در مورد اتفاقات بعدی صحبت کنم. این آخرین ویدیو 1401 نخواهد بود و یه ویدیو دارم که میخوام در مورد سریال هایی که بهتون پیشنهاد میکنم تا ایام عید ببینید صحبت کنم. همین الان هم میتونید برگردید به اپیزود آنچه گذشت و در مورد یکی دو تا فیلم و یکی دو تا سریال اطلاعات بگیرید. شاید براتون جالب بود که تماشاش کنید. دیگه واقعا خداحافظ.